از زیباترین کارهایی که انسان میتونه به نسبت هم نوع خودش انجام بده بخشیدن بی‌منته. بخشیدنه که هرگز هیچ جا بازگو نکنه. به همون نسبتی که ما نیاز داریم خدا ما رو ببخشه، در طی روز نیاز داریم، ما به همون نسبت باید بندگان خدا رو هم ببخشیم. چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه خدا هم به او رحمی نخواهد کرد. و خداوند باری تعالی بندگان بخشنده خودش رو دوست داره. یاد بگیریم و تمرین بکنیم که هر وقت هر کاری برای کسی انجام دادیم، چه بخشش باشه چه قدم برداشتنی باشه، هرگز منت نذاریم. چون دنیا چرخ گردونه. امروز اون آدم محتاج ماست، چه بسا فردا ما بشیم محتاج اون آدم. و هیچ کسی هم از آینده خودش خبر نداره. بسیاری از آدم‌هایی که امروز قدرت داشتن، ثروت داشتن، جایگاه اجتماعی داشتن، محبوبیت و مقبولیت داشتن، فردا روز هیچی نداشتن، محتاج نگاه محبت تک تک آدم‌های جامعه شدن.